بریم رستوران عزیزیان در شهر شاقاجی کنار سنگر، استان گیلان. غذاش واقعا عالی بود. کبابش تو دهن آب میشد. واقعا کباب میذاره تو دهنت باید آب بشه. این پلو کبابیای خوب گیلان که غذای معروف گیلان پلو کبابه باید همینطور باشه. وقتی کباب میره تو دهن باید آب بشه. مخلفاتی که میزنن با اشبل و گردو، پلو کبابش با اشبل، گردو و خیار 410,000 تومان. بعد بریم به سمت تارم. فصل چیدن زیتونه و میخوام زیتون چیدن به شما نشون بدم. تمام باغ‌های زیتون خصوصا در گیلوان و اطراف گیلوان، این آقا الان داره زیتون میچینه. چنگک‌هایی دارن، زیراندازی پهن میکنن، همه رو میچینن، میریزن توش و میرن وزن میکنن. کلی 5,000 تومان از صاحب باغ دستمزد دریافت میکنن.